ساکنان حلقجر در خراسان پیامدهای سیل شام 21 مارس را رفع می‌کنند. سیل در اینجا به خانه‌های مردم آسیب رساند و مال و اموالشان را نابود کرد. مردم شکایت دارند که کسی از مقامات به دادشان نمی‌رسد. یک تا سری خانه‌مون گیر نمی‌گرده، نمی‌بینه. هیچ که رفته یاردم نکرده، مال که لای تانه ببروره. از طرف دولت. هم می‌خوایم که بیان دستگیری کنن ببرورن مانا. ساکنان دیه میگویند بعد از فلاکت و داخل خانه شدن گل در بیرون یا خانه های همسایه ها خوابیدند و حداقل به خیمه احتیاج دارند. شوده کجا خوابیدن؟ در خانه همسایه راستپا ایستادگی. خانه سه. بعضی‌ها شکایت دارند که ماموران نجات یا کارمندان کمیته حالت‌های فوق‌العاده کار خود را درست انجام نمی‌دهند. یگان تازه که دیگه نیستن. این چه هستش بنزین کافته میگردن. بنزین ندارن. یا بریم نشان بدیم همه ایستادگی های. موزه های زرد پوشیدگی دوری هوای بدرو میگه لویای من نمیدارم. موزه کتی در دوری لوی نمیداره. وای میفوره که قاقی باشه که قاقی کتی بگرده. مردم حالا خودشون خانه هایشون را پاک میکنند، هرچند بعضی از کارمندان کمیته حالتهای فوق‌العاده نیز در محل حضور داشتند. مقامات میگویند که فلاکت به 200 خانه آسیب رسانیده است و ارزیابی خسارات برای کمک به مردم ادامه دارد. عین حال کارهای تازه کردن مکتب، کارهای کندن زهبورها همش رفته است. کیها آمدن از ناحیه جمهوری؟ از نظر شخصا رئیس ناحیه خودش خانه به خانه گشته بوده است. همه کسر مدیرای معارف شعبه معارف همش گشته مخصوص تشکیل کرده شده. ساکنان میگویند درخت نشدن کوله در بالای دیه سبب خرابی در خانه های آنها شد. به قول مردم اگر مقامات از پیش برای رفع خطر چاره میاندیشیدند چنین بلای به سرشان نمی آمد. تاجیکستان یک کشور آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است و سالانه صدها خانه چنین آسیب میبینند و 10 نفر هم هلاک میشوند.